این فیلم راجع به مادر دختری هستش که هر جفتشون عاشق یه پسر میشن. اسم این فیلم فرانسوی میلک یا ملکا هستش و ساخته سال 2017 هستش و این فیلم بر اساس واقعیت ساخته شده. توی ادامه فیلم اسپویلر وجود داره، پس مراقب باشین. فیلم با مادری به اسم اوا و دخترش جولیا شروع میشه. امروز تولد جولیاست و چند تا از دوستاش دعوت کرده، برای همین به همراه مادرش رفته به فروشگاه برای خرید. اونا در حال خریدن تزیینات و وسایل لازم برای ساختن کیک هستن. یه دفعه جولیا به بیرون نگاه میکنه و دوست پسرش رو اونجا میبینه. اسم دوست پسر جولیا آدریان هستش. خیلی خیلی خوشحال میشه که آدریان اونجا اومده، ولی مادر جولیا با دیدن اون قیافه ناراحتی به خودش میگیره. مامانش ازش میپرسه که تو چرا هنوز ادریان رو میبینی؟ چون جولیا قول داده بود که هیچ وقت دیگه ادریان رو ملاقات نکنه. جولیا به مامانش توجه نمیکنه و میره بیرون و شروع میکنه به بوس کردن ادریان و مامانش در حال تماشا کردن اون دو نفر هستش. جولیا و ادریان عاشق همدیگه هستن و برای مدت طولانی با هم توی رابطه بودن، ولی مادرش از رابطه این دو نفر اصلا راضی نیست. وقتی خریدشون تموم میشه جولیا به مادرش میگه که خیلی خیلی خوشحاله چون خیلی قراره بیان تولدش. ادریان همونجا میگه که کلیدای پدرش دستش جا مونده و من بهش ندادم. وقتی خریدشون رو میذارن ادریان دوباره شروع میکنه به بوس کردن جولیا و مادرش بازم از این بابت ناراحت میشه. اینجوری نشون داده میشه که ایوا از این پسر خوشش نمیاد، ولی حقیقت چیز دیگه ای هستش. مادر این دختر از ادریان خوشش میاد و برای همینه که وقتی میبینتش با اون احساس خوبی بهش دست نمیده، چون اون دخترشو میبوسه. توی ماشین مامانش یه نگاه خیلی معناداری به ادریان میکنه و ادریان هم همون نگاهو به مامانش میکنه. اونا بالاخره میرسن به خونهشون نزدیک دریاچه تا تولد جولیا رو اونجا جشن بگیرن. مامانش ازش میخواد که خریدار رو ببره خونه و حالا میفرستش دنبال نخود سیاه دیگه. حالا همونجا از ادریان میخواد که کمکش کنه، اما ادریان پای میکنه که بسته ها رو بگیره و از پلا ببره برش بالا. همونجا مامانش بهش میگه که یه اتوبوس نزدیک یه ساعت دیگه از اینجا حرکت میکنه و تو میتونی باهاش از اینجا بری. ادریان چیزی جواب نمیده و وارد خونه میشه. وقتی که ایوا داره وسایل مهمونی رو آماده میکنه، ادریان میاد بهش میگه که جولیا منو برای مهمونی دعوت کرده و اگه من الان از اینجا برم اون خیلی ناراحت میشه و روز تولدش به فنا میره. بعد ازش میپرسه که دوست داری با رفتن من روزش خراب بشه، که اون هیچ جوابی نمیده. ظهر که میشه جولیا میخواد که با ادریان بره توی دریاچه تا هم دیگه شنا کنن، ولی مامانش بهش میگه که بهتره ما درست کنیم به شروع کردن کیک و اینجور چیزا. بعد جولیا بهش میگه که الان خیلی زوده واسه درست کردن کیک و میره که با ادریان شنا کنن. ایوا شروع میکنه به تمیز کردن خونه، ولی اصلا دلش به کارش نیست. اون میاد با یه نگاه پر از حسرتی به ادریان و جولیا نگاه میکنه. بعدش شروع میکنه به نصب تزیینات. اون دیگه واسه تولد ایوا مثل سر صبح خوشحال نیستش و خب اینم که منطقیه. وقتی ایوا در حال کار کردن ادریان دوباره برمیگرده تو خونه و نزدیکش وای میسته که این باعث میشه که ایوا متوجهش بشه. بعد بهش میگه که جولیا به کرم ضد آفتاب نیاز داره و بازم بهش میگه که بهتره من برای تولد امروز اینجا بمونم. ایوا به پسر یه نگاه معنیداری میکنه و جوابشو نمیده. ایوا میره که به سمت دستشویی تا کرم ضد آفتاب رو براش بیاره. تو همون که داره میره یهو برمیگرده و بهش میگه که اتوبوس یه ساعت دیگه حرکت میکنه و تو باید از اینجا بری و بعد از اون وارد دستشویی میشه. وقتی که میره کرم ضد آفتاب رو ببره خودش رو توی آینه میبینه و از خودش میپرسه که آخه تو چرا باید عاشق این پسره باشی. بعد از اینکه شنای اون دوتا تموم میشه ایوا اون پسره رو اونجا نگه میداره و بهش میگه که پدرت زنگ زده و گفته باید برگردی خونه چون کلیدا پیش توه. همونجا جولیا ازش میپرسه که چرا پدرش به خودش زنگ نزده. بعد در جواب مامانش هم بهش میگه که چون شبکه تلفن همراه نزدیک دریاچه خوب آنتن نمیده و مشکل داره و اینجور چیزا بهش میگه دیگه. همونجا ادریان به گوشیش یه نگاه میندازه، بعد میبینه که آنتنش کامله. بعد چی میگه آخه؟ ادریان که میدونه ایوا داره بهش دروغ میگه ازش میخواد که یه شانسی بهش بده تا این امروز رو اینجا بمونه. بعد ایوا بهش میگه که اگه دوست داری من میتونم به پدرت بگم که چرا تو همش با جولیا میپلکی. یه نگاه معنی داری بهش میکنه و ادریان در جواب بهش میگه که من عاشق جولیا هستم و ایوا شروع میکنه به لبخند زدن چون میدونه که هدفش چیه. هدف ادریان رو میگم. ادریان داره با جولیا خودشو به ایوا نزدیک میکنه.
ادریان همیشه با نگاه شهوت‌آمیز به ایوا نگاه میکنه. هر وقت که وقت داشته باشه باش لاس میزنه. وسط صحبتشون جولی از خونه بیرون میاد و میگه که کلیدا رو پیدا کرده. بعدش ادریان میخواد بره خونه که جولیا رو بوس میکنه و بهش میگه که من حتما برمیگردم. اون شروع میکنه به پیاده روی تا به اتوبوس برسه. ایستگاه اتوبوس البته برسه. وقتی ایوا میبینه که ادریان از اونجا رفته ریلکس میشه و یه نفس راحت میکشه. بعدش جولیا میاد و ازش میپرسه تو چرا انقدر از ادریان بدت میاد؟ مادرش خودشو میزنه به نشنیدن و ازش میپرسه که چی پرسیدی؟ اون دوباره تکرار میکنه که تو چرا انقدر از ادریان بدت میاد؟ حالا بدبخت این دختر نمیدونه که مادرش بدجوری تو کف این پسر است. یعنی اصلا صبح و شب خواب نداره این بدبخت. ایوا نمیدونین که چجوری جواب سوال جولیا رو بده. بعدش ادامه میده که ادریان خیلی سوالای زیادی دربارتون میپرسید که مادرش ازش میپرسه تو چیا بهش میگفتی. بعد اونم بهش گفتش که من بهش گفتم که تو چند وقت پیش لخ رفته بودی توی دریاچه و این باعث شده بود که همسایه‌ها اعتراض کنن. ایوا خیلی تعجب میکنه چون این موضوع خیلی خیلی سوال شخصی هستش. جولی از مامانش میخواد که شیرا رو براش بیاره. ایوا شیرا رو پشت مبل مخفی میکنه و بهش میگه که من یادم رفت شیر بخرم. این مادر عجب مادر شیطون بلاییه ها. خدا واقعا به خیر کنه. بعد بهش میگه که من الان با ماشین میرم و شیرا رو میخرم. آره میخوای بری شیر بخری؟ من که میدونم. توی راه که داشته میرفته ادریان میبینه که هنوز داره پیاده میره و اونو سوارش میکنه. اونو چند دقیقه هیچ صحبتی با هم دیگه نمیکنن. بعدش ایوا ماشین رو متوقف میکنه و با ناراحتی به ادریان نگاه میکنه. ادریان شروع میکنه به لمس کردن صورت ایوا. اینجا ایوا کنترل خودش رو از دست میده و شروع میکنه به بوس و ماچ و اینجور داستانا دیگه. بعد از تمام شدن ساعت اداری و تعطیل شدن اداره ادریان از ماشین پیاده میشه و تا یه دستشویی بکنه. حالا تو همین زمان جولیا داره با مامانش تماس میگیره. اون جواب تماس جولیا رو نمیده. ادریان با یه لبخندی به ایوا نگاه میکنه ولی ایوا از کاری که کرده به شدت پشیمونه. اون از ادریان یه سیگار میخواد که دود کنه ولی ادریان سعی میکنه بیشتر به ایوا نزدیک بشه. ادریان از رئیس اداره درخواست اضافه کاری میکنه و متاسفانه رد میکنه دیگه. ایوا که دیگه نمیخواد از ادریان میخواد که ماشینش رو ترک کنه. بعدش برمیگرده خونه و میبینه که تزیینات خونه به فنا رفتن. میترسه از اینکه شاید دخترش چیزی فهمیده. بعد میره میبینه جولیا نشسته اونجا داره گریه زاری میکنه. ازش میپرسه چرا جواب تلفنمو ندادی؟ بعد ایوا بهش میگه که گوشیم رو سایلنت بودش. همونجا ایوا برای رد گم کنی حالا میگه چه بوی خوبی میاد. بعدش هم دخترش بهش میگه که من تونستم کیکا رو درست کنم. بعد ایوا ازش میپرسه چجوری تونستی این کیکا رو درست کنی؟ بعد جولیا بهش میگه که تو که رفتی من داشتم اطرافو میگشتم و تونستم شیرا رو توی کمد پیدا کنم. بعد مامانش میپرسه حالا چرا تزییناتو خراب کردی؟ بعد جولیا بهش میگه که تو راجع به ادریان درست میگفتی، به من یه پیام داده و با من به هم زده. جولیا نمیدونه که با کاری که با مامانش کرده به خاطر همون باش به هم زده. ایوا با این کارش باعث شده که رابطه خوب دخترش به فنا بره دیگه. خب دوستان نظرتون راجع به این فیلم چی هستش؟ حتما نظرتون رو برام بنویسید و بگید که چه نمره‌ای به این فیلم میدید. حتما برام تو قسمت کامنت ها بنویسین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. همین دیگه.